سلام، خوش اومد به یک ویدیو دیگه از کانال ورد گیم. امروز اومدم با تست و بررسی بازی Red Dead Redemption 2 روی ایکس باکس سری اس. حجم بازی 101 گیگه و حتی نسل نومی دریافت نکرده و همون نسخه ایکس باکس وان اجرا میشه. فقط یه ذره به لطف SSD سریع ایکس باکس لودای بازی سریع‌تر شده، فست ترولش بهتر شده. من اینه هیچ بعضی تغییر دیگه من احساس نکردم. این موضوع هم که بخاطر بونتی اومده بودن دنبالمون. اما این بازی با اینکه همون نسخه ایکس باکس وان اجرا میکنه اما خیلی گرافیکش من حس میکنم بهتر شده. خیلی بازی جذابی، من تا حالا همچین گرافیکی ندیده بودم. مپ بازی هم که میبینید خیلی بزرگی، من هنوز کامل باز نکردم. فست ترول بازی هم میذاره سخت، اصلا بد میشه فست ترول کرد. باید کم کنید، از توی کم فست ترول کنید. جزئیات بازی هم خیلی زیاده. مثلا ریش و موی شخصیت به مرور زمان رشد میکنه. اگه زیاد